سلام دوستان، من اومدم امروز با آموزش طبخ پیتزای خونگی. خونگی از این جهت که اقتصادی تر و به صرفه تره. همونطور که میدونید به هر حال وضعیت اقتصادی خانوارها به فراخور فاکتورهای فرامحیطی قمر در عقرب و یه جورایی ضعیف شده و امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای وقتی این رسیده که ما در درست کردن پیتزای خانگی ماهر، سرآمد و یه جورایی آوانگارد باشیم. پیتزا هم که خوشمزه است دیگه، یعنی پیتزا خوشمزه است، همه دوستش دارن. خونگی هم به همون دلایلی که خدمت شما عرض کردم. پس دیدن این آموزش از اوجب واجبات و شرط ملزوم داشتن یک زندگی قشنگ و زیبا و سالم و سلامت. پس بریم که داشته باشیم. خب امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه و آمادگی همراه شدن با من در این آشپزی و در واقع یه جوری تو این ماجراجویی داشته باشید. از همینجا سلام عرض میکنم به همه مخاطبینم من جمله دانشجوها، کارمندها، کارآفرینها، کارفرماها، مادرها، پدرها، راستها، چپها، لیبرالها، سوسیالیستها، تجربه گراها، فایده گراها، لذت گراها، معناگراها، همجنسگراها، دگر جنسگراها، دو جنسگراها. حالا به هر حال داریم دیگه، کارش نمیشه کرد. فمینیست ها، مسکیولین ها، طرفداران انرژی درمانی، قانون جذبی ها، انگیزشی ها، به هر حال اینها هم آدمن. به هر حال درست کارکرد اجرایی ذهنشون به نظر میاد که کمی پایین تر باشه، ولی شما نمیتونید از لزوم داشتن ارزش هر گونه انسانی، هر گونه عضوی از جامعه چشم پوشی بکنید. ولی همونطور که میبینید اینها خودش درست نمیشه. چقدر خوبه که ما یه فلشبکی بزنیم به اتفاقا به اعتقادات محوری قانون جذبی ها، انگیزشی ها و طرفداران انرژی درمانی. ببینید این نمک خودش که ریخته نمیشه، طرف تصمیمش رو میگیره، اجرا میکنه، به یک اندازه مشخصی محاسبه میکنه و میندازه توی این کدوها. کدو اگه اشتباه نکنم بادمجون که نیست، یادم رفت زمانی که داشتم درست میکردم یادم رفت بادمجون بود یا کدو بود. شما هر کدوم دوستش میتونید استفاده، هر کدومی که به مزاج شما بیشتر سازگاره. توجه کنید الان دوباره نگاه کنید، این کارد خودش که نصف نشده. کارد یک ابزار از کارد استفاده کرده، اومده این فلفل دلمه رو نصفش کرده و اینجوری خوردش کرده. یا مثلا بریم جلوتر ببینید الان پیاز خودش خورد با انرژی خورد نشد. این پیازچه با انرژی خورد نشد، دهن تو سرویس. آخه سبزی طرف داره با کارد اینجا نکن رنده، سیب زمینی رو زده به رنده، تو از لای اون سوراخ‌ها تیزه، اتفاق افتاده. یعنی تو باید انجام بدی، لعنتی یه کاری باید انجام بدی. حالت اگه بده باید بلند شی بری یه کاری واسش انجام بدی، نه اینکه بشینی مثل کسخلا بگی که من نمیدونم الان حالم خوب است، 20 بار تکرار کن، 30 بار تکرار کن، هیچ گویی نمیشه اینجوری. یعنی فقط خودتو مضحکی کردی بدبخت. بریم جلوتر بهت نشون بدم باز. همش یعنی متعاقبا برای همش این صدق میکن. کدومش آخه با حرف درست شد؟ یعنی تو با حرف حتی نمیتونی یک پیتزای کسوشر خونگی که الان شبیه آش بیشتر شده درست کنی. نگاه کن چه کسچه، چه اولویه شده. برو جلو، این میشه. ببین اصلا بهتر که تو وقت تو صرف همین کسچرا بکنی، همین آموزش نمیدونم پیتزای خونگی که اینقدر کسچر شد. یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید و چیزی یاد گرفته باشید. خداحافظ شما. حتما من رو سابسکرایب که نمیتونید بکنید چون من چیزی ندارم. اینم همینجوری یهو گفتم که شاید به درد بخوره. خداحافظ.